یک شناخت، یک ارتباط. اما شناخت ما که من در حدود 1331 یا 32 قم آمدم. اون سالی که قم آمدم ایشان را خوب می شناختم و حتی میدونم رسائل می خوندیم یا مکاسب می خوندیم. مثلا 1334 اینا قریبی 60 سال پیش در مسجد امام ماه آفتاب گرفته شد، کسوف شد، نماز ایشون خوندن ظاهرا اگر اشتباه نکنم اونی که حافظ امیاره میداد، نماز جماعت مفصلی و ما هم اونجا حاضر بودیم به نماز ایشون. این شناخت ما بله از اول ورود بود، اما ارتباط خصوصی ما حدوداً شاید بیش از 50 سال باشد یا 50 سال بعد از فوت‌های بروجردی. من اون اوایلی که یادم میاد که مثلا شاید اولین ارتباط خصوصی که حضورش رسیدم، من قریب 50 سال یا 47 سال 45 سال دیگه دقیق یادم نیست، مسافرت کردم به مراغه. در مراغه امامزاده هست و 2 مدرسه. یک مدرسه کوچک بود، ما رفیقی داشتیم آشی خلسگر، رفتیم منزل ایشون. وقتی که میخواستم بیام بیرون به من گفتن که بخواید زیارتگاه را هم ببینید. وقتی که در زیارتگاه را باز کردم به روی من دیدم بوی تعفن و یعنی فوق العاده قابل تحمل نبود. گفتن این چه بویی است؟ گفتن آقا اینها جنازه ها را امانت میذارن. گفتن چطور امانت؟ گفتن اینا جنازه است، تو قوطی گذاشته بودن، هم پشت خوابونده بودن، نه رو به قبله بود نه دفن بود، روش کاهگیر کرده بودن. این بود که بله پوسیده میشد و من اونجا اقدام کردم. یه آقایی بود، حالا اسمی نمیبرم، به ایشون گفتم باید اینا را جمع کنید و دفن کنید. خیلی بحث ما مفصل شد. ایشون گفتم من اقدام میکنم. سال بعد رفتم دیدم اقدام نکردم. گفتم من میرم مسجد داد میزنم. شون خواهش کرد، تمنا کرد، آبروریزی است و فلان. من نمیدونم دفعه اول یا دفعه دوم آمدم قم. از اون موقع یکی بله آقایان بود، از تمام آقایان اکثرا استفتا کردم، رفتم خدمت ایشون. ظاهرا این استفتا موجوده برای این مطلب. اونجا یه بحثی به کنار بحث شه آیا نقل جنازه را جایز میدونید یا نه، ایشون تا میخواست شروع کند، خدا حفظ کند، آیت الله صافی بله با من مثلا سوال جواب درگیر مانند شد. ایشون گفت که بله سوال جواب از جمله ادله که آورده مثلا نقل جنازه حضرت یوسف است که حضرت موسی نقل کرد، اون داستان را. مقصودم ارتباط خصوصی حضوری نزدیک بله 47 48 کم یا زیاد. این اول ارتباط ما بود. بعدم که تا تدریجا تا آمدیم درس ایشون.